احساس کنم دارم شروور میگم. موافقی؟ هیچ کس نمیگه شروع کردن مثل فرو رفتن تو باطلاقه. آپلود کردی، آفرین، خیلی خوبه. یه دونه ویو میاد، 2 تا ویو میاد، 3 تا ویو میاد، 3 تاش هم خودتی ویدیو تو دیدی. چهارمیش هم بابات، پنجمیش هم رفیقت. که بابات گفته این دیگه چیه؟ رفیقت هم گفته ای کاش مثلا فلان جاشو اینجوری میکردی بهتر میشد. اون موقع است که میخوره تو ذوقت. ضبط تموم شده. حالا باید بشینی ادیت کنی. 1000 بار چهره خودتو ببینی. 1000 بار صداتو گوش کنی. انقدر که حالت از خودت به هم بخوره. ولی یه چیزی هم بگم سلام، خیلی خوش اومدین به سومین ویدیو از چنل یوتیوب پانچ. خب چطورین؟ چه خبر؟ من امروز اومدم سومین ویدیو رو دارم الان ضبط میکنم واسهتون. شاید واسهتون عجیب باشه که چرا اصلا منی که تازه این چنل رو راه انداختم دارم یه همچین کانتنتی رو میگیرم. ببینید، خب منی که این چنل رو تازه راه انداختم و سابقه ای ندارم توی یوتیوب، تجربه خیلی خاصی ندارم. نباید شاید از نظر خیلی من یه همچین محتوایی بخوام ضبط کنم. ولی عرضم به خدمتتون که بالاخره با خیلی چیزها توی ذهنم کنار اومدم و شروع کردم دارم ویدیو میگیرم. من خودم به شخص آدم کمالگراییم، متاسفانه. حتی خب خیلی جاهم خوبه، ولی خب خیلی جاها هم واسه استارت سری چیزا اذیت کننده است و میندازت عقب. ولی با این که یه همچین شخصیت و کاراکتری دارم، اینو گذاشتم کنار و گفتم آقا هر جوری که هست من شروع میکنم. مثلا شاید 40 تا ویدیو گذاشتم و هیچ کدوم ویو نخورد. شاید 10 تا ویو خورد. شاید بعد از 2 ماه مثلا مجموع سابسکرایب من رسید به 5 تا دونه. ولی من این استمراره رو باید داشته باشم. حالا چرا نباید یوتیوبر شیم؟ خیلی دلایل داره. اول اینکه اگر خودت این مدلی که تحمل این که مثلا چه میدونم یه ویدیو 5 دقیقه‌ای و 4 ساعت ضبطش کنی به دلایل اینکه نور بد بوده، گوشی وسط ضبطت زنگ خورده، نمیدونم صدا ضعیف بوده، اگر تحملشو نداری یوتیوب شروع نکن. چون واقعا یه همچین چیزی هست. یعنی مثلا یه باره میبینی هر ویدیو همینقدر ساده ای که من دارم میگیرم، تازه حرکت نداره، توی لوکیشن خاصی نیست، یه جا نشستم و پشت میزی دارم صحبت میکنم. به اصطلاح خیلی ما بین خودمون میگیم کومانی هم چون همین مدلی ویدیو میذاره کوروش. بعد همین ویدیو مثلا یه بار میبینید 10 دقیقه ویدیوه و من چه میدونم 3 ساعت دارم ضبط میکنم، یا قبلش دارم مثلا نیم ساعت 40 دقیقه است دارم ستاپ میچینم، سر اینکه یه بار میبینی یه دونه لکه‌ای که اینجا میفته من اذیت میکنه و هی ور میرم با نور که بتونم به نتیجه برسم. این یه بخشیش. ولی به نظر من ارزشش رو داره. یعنی باید اوکی باشی باش اگر میخوای به نتیجه خوب برسی. اگر میخوای یه روزی با خودت بگی که خب ایول من همه اینا رو پشت سر گذاشتم ولی الان اینجایی هم که وایسادم. بعد اگر تحمل اینو نداری که بعد از همین 3 ساعت ضبط بری بشینی پای سیستم، پای گوشی، پای لپتاپ، پای هرچی و شروع کنی ادیت کردن و 1000 بار صدا تو بشنوی، 1000 بار تصویر تو ببینی، هی پشت هم تکرار بشه، از خودت خسته شی. یعنی در اصل واقعا و بعدش یه باره بیای که به دلم نشست دوباره از اول شروع کنی ضبط کردن. اینم باید گوشه ذهنت داشته باشه. اگه تحمل اینم نداری یوتیوب شروع نکن. بعد حالا همه اینا رو گذاشتی پشت سر، آپلود کردی، آفرین، آپلود کردی، خیلی خوبه. یعنی وقتی تا اینجا رسیدی یعنی خیلی از راه رفتی. تو اگر به مرحله رسیدی که ویدیو رو توی چنلت آپلود کردی، 20% کار، 15% کار ساخت اون چنل است. انجام دادی، ویدیو رو ضبط کردی، 10% دیگر انجام دادی، 25%. امیدوارم تهش حساب کتابم اشتباه در نیاد، درصدام قاطی نشه. 15% چنل رو زدی، 10%، 15% ویدیو رو گرفتی، 30%.
15% ادیت زدی، 45%، حالا آپلود کردی و این آپلود شاید باورت نشه مثلا میشه 25%. 70% مسیر رو رفتی. حالا میدونی باید چی رو تحمل کنی؟ حالا باید این رو تحمل کنی که خب منتظری ویو بیاد. یعنی تو ذهنت اینجوری که حاجی این ویدیو رو من گذاشتم، کیفیت خوبه، موضوع عالیه، تامنیل عالیه، این ویدیو رو گذاشتم و الان پشت همه که ویو و سابسکرایب میاد و واچ تایم میره بالا. بعد میبینی یه دونه ویو، 2 ویو، جفتش هم خودتی، دوبار ویدیو تو دیدی. نفر سوم بابات و مامانت دیدن، بعد مثلا این مدل بودن که چیه؟ چرا؟ مثلا اینو ساختی که چی شد؟ مثلا چهارمین نفرم رفیقت دیده گفته مثلا خیلی خوبه، ولی مثلا ای کاش اینجاش اینجوری میکردی، ای کاش اینجاش اینو میگفتی، ای کاش مثلا صدات یه ذره قوی تر بود. باز دوباره اینجوری که اونجوری که میخواستم در نیومد. ببین اون موقعی که تو ادیت زدی، وقتی رسیدی به مرحله آپلود، اینجوری که تا اونجا از همه چیز راضی بودی یا بیشترین حد رضایت رو داشت، بیشترین حد رضایت رو داشت. اونجا که رفیقت میگه مثلا ای کاش اینجاش اینجوری بود، اینجوری که راست میگی یا حیف شد چقدر بد. باز اونجا اینجوریه که الان دیگه انگاری خیلی به دلم نمیشینه ویدیو. باز دوباره اون قسمتش هم تحمل کردن. ولی من یه چیزی رو فهمیدم، این که با هر کوالیتی، حالا ندی که خیلی پایین، با هر نورپردازی، با هر لحن گفتاری، با هر صدایی شروع کن. چرا نباید شروع کنی؟ واقعا ببین الان مثال بارزش مستر بیسته، مستر بیست خارجی ها. بنیامین رو دوباره نمیخوام. مستر بیست 13 سالگی شروع کرد ویدیو گذاشتن تو یوتیوب. الان فکر کنم پولدارترین یوتیوبر دیگه اگر اشتباه نکنم، نمیخوام دیتاهای غلط بدم، ولی توی سن پایینی هم هست. بعد 13 سالگی شروع کرد با یک کوالیتی خیلی ساده، نورپردازی خیلی ساده با گوشی. تو هم میتونی شروع کنی، پس در نتیجه میتونی شروع کنی و نتیجه بگیری. بعد میتونی، ولی حالا باید بشینی فکر کنی که توی چه سبکی قوی تری. مثلا چه میدونم یکی میاد پشت میزی شروع میکنه ویدیو گرفتن و مدلی که خب من میخوام ریاکت بدم به موزیک هایی که جدید میاد، خیلی هستن توی یوتیوب، میخوام ریاکت بدم به فیلم های میخوام ریاکت بدم به فیلم های جدیدی که میاد، مثلا نقدش کنم، بررسیش کنم، در حد سواد خودت دیگه، هر کسی حق این قضیه رو داره. بعد نمیدونم مثلا میخوام فوتبالی ریاکت برم، میخوام به میم ریاکت برم، جزء محتوایی یعنی اینا که واقعا خرج خاصی نداره دیگه. یعنی یه گوشی میتونی بذاری جلوت با یه گوشی دیگه مثلا، یا حتی میتونی هزینه کنی میکروفون بخری صدا ضبط کنی و یعنی تو بیشتر انرژی تو و وقتی که میذاری و مثلا باید بذاری روی ادیت. آقا ادیت خوبی توش داره، ولی وقتی میشه یه همچین محتواهایی ساخت، یه همچین شرایطی رو داشته باشی و یه همچین محتوایی رو بسازی و ویو بگیری، سابسکرایب بگیری، چرا نباید این کارو بکنی؟ ببین من چند تا دلیل میخوام بهت بگم پشت هم که چرا نباید یوتیوب شروع کنی. اول یه سری دلایل واقعی که توی ذهن خیلیا هست. اگه ویو نخورد چی؟ اگه سابسکرایب نگرفتم چی؟ اگر مردم از این کانتنت من، از این محتوای من خوششون نیومد چی؟ مثلا اگر کوالیتیم پایین بود مسخرم کردن چی؟ اگر دوستان مسخرم کردن چی؟ نمیدونم دیگه، اگر فامیل مسخرم کردن چی؟ چه میدونم خیلی چیزای دیگه. خب ببین همینا رو بریز دور، تو بساز، تو شروع کن، آروم آروم همه چیز بهتر میشه. یعنی هیچ کسی اولین روزی که اومده جلوی دوربین، حالا توی هر حرفه یا حالا چه بازیگری چه
یوتیوب، چه مدلینگ، هر چیزی، اولین تجربه‌ای که داشته قطعاً پرفکت نبوده، قطعاً نبود و به مرور زمان کیفیت رفته بالاتر دید. کیفیت صحبت کردن، کیفیت تصویربرداری، کیفیت دیالوگ نویسی، کیفیت محتوا سازی، کیفیت انتخاب محتوا و همه اینجور چیزا. پس در نتیجه شروع کن. اصلا از هیچ چی نباید خجالت بکشی و هیچ چیزی نباید ناامیدت کنه. حالا یه سری دلایل که حالت معکوسش رو میخوام به عنوان جنبه فان بگم برای اینکه نباید یوتیوب رو شروع کنی. ببین، اگر دلت نمیخواد که مثلا به عنوان مثال اگر دلت میخواد به حقوق ثابت ماهیانه‌ای که از جایی که درآمد به مثلا کار میکنی اکتفا کنی، اونو بیشترش نکنی، یوتیوب شروع نکن. یعنی به درآمدی که امکان داره هر ماه افزایش پیدا کنه دیگه، که قطعا هم همینطوره. هر چی ویو میره بالاتر، سابسکرایب میره بالاتر، درآمدت هم میره بالاتر. اگر نمیخوای درآمدت روزانه و ماهیانه بیشتر بشه با همون روندی که همیشه داری طی میکنی، یوتیوب شروع نکن. اگر دلت نمیخواد چهره باشی، دلت نمیخواد کسی بشناستت، یوتیوب شروع نکن. اگر مثلا چه میدونم دلت نمیخواد که کسی رو بخندونی، اگر کسی نمیخوای مثلا کسی یه چیزی بهش اضافه بشه اگر ویدیوی تو رو میبینی، یوتیوب شروع نکن. واقعا به نظر من تمامی اینها میتونن دلایلی باشن برای اینکه تو همین فردا صبح شروع کنی برای یوتیوب. با همون گوشی که تو دستت، آیفون داری، شیائومی داری، سامسونگ داری، چه میدونم ناتینگ فون داری، چی داری، با همون شروع. چرا نکنی؟ شروع کن، استارتشو بزن، یه ذره سابسکرایب جمع کن، بعد میبینی داری میری بالاتر، آقا پول جمع میکنی، رنت میکنی، به درآمد میفته چنلت، پول جمع میکنی، دیوایس میخری، نور میخری، دوربین میخری، میکروفون خفن میخری. چرا نکنی؟ شروع کن. واقعا دلیل نمیبینم برای اینکه نخوای شروع کنی. من ببین یه همه اینا رو به تنم مالیدم که ویدیوم ویو نخوره، کسی منو سابسکرایب نکنه، کسی برام کامنت نذاره، کسی لایکم نکنه. ولی اینجوری بودم که یک روزی نتیجه می. ببین یکی از چیزایی که من تا به الان یاد گرفتم از اینستا که یوتیوبم همون جوریه به نظر من، نظمه. ببین جفتشون، هوش مصنوعیشون باید متوجه بشه که تو استمرار داری و سر یک نظمی، روی یک نظمی بر اساس یک برنامه‌ای داری مثلا چه می‌دونم هر چند وقت یه بار که تایمش هم مشخصه ویدیو آپلود کن، پست میذاری. اینو که متوجه میشه یه باره تو رو میاره بالا. بعد اون موقع میبینی مثلا چه می‌دونم تو داری ریاکت میری، مثلا چه می‌دونم میری تو یوتیوب سرچ میکنی که چنلت هم پایینه، خب ولی میری تو یوتیوب سرچ میکنی که مثلا ریاکت به آهنگ مثلا جدید حسین، بعد یهو میبینی ویدیو دوم ویدیو خودت اومده. این نظمه رو فهمیده دیگه، میدونی. حالا باز مثلا به نظر من چیز نیست، شما تا زمانی که آهنگ جدید نیاد نمیتونی ریاکت خاصی بری. من خودم این محتوایی که انتخاب کردم و بیشتر دوست دارم. من دوست دارم آقا متفاوت باشه، چالش باشه، نمیدونم مسابقه باشه، اینجور چیزا، و هر مثلا 5 روز یک بار ویدیو آپلود کنم این مدلی. ولی اون دیگه بستگی به علاقت داره و موضوعی که توش به نظرت استعداد داری به حرف برای گفتن به نظر. ولی از همین فردا شروع کن. واقعا هر وقت که حس می‌کنی آمادگیشو داری. آقا تو کار داری، اوکی، تو داری یه جا کار میکنی، صبح تا بعد از ظهر سر کاری، بعد از ظهر تا شب سر کاری، بالاخره تایم خالی داری. اون تایم خالیه رو مثلا چه می‌دونم شب قبلش قبل از خواب فکر کن که چه موضوعی بسازی. بعد فردا از سر کار که برگشتی یه ساعت استراحت کن، مثلا دوش بگی، یه ذره دراز بکش، نمیدونم فلان، یه ساعت و نیم،
بعد برو یه ساعت و نیم 2 ساعت وقت بذار یه ویدیو بگیر. بعد فرداش دوباره از سر کار که برگشتی بشین ویدیو رو ادیت بزن. بعد پس فرداش تامنیلشو بزن. پس اون فرداش آپلود. تقسیم کنی. یه باره میبینی که چقدر راحت، چون تیکه تیکه انجامش دادی، چقدر راحت به نتیجهش رسیدی. ویدیو تکمیل شده، تامنیلش هست، حالا آپلود کن. خیلی ساده است به نظرم. یعنی اگر بخوای خیلی راحت میتونی این کار انجام بدی، مگر اینکه حالا اون دوستانی که یه خیلی شرایط خاص داشته باشه به نظر. ولی اگر با همه این سختی ها با خودت گفتی که من ادامه میدم، من میسازم، من همین خودمم ببینم بس، اگر یه نفرم ویدیومو ببینه بخنده بس، تو اون موقع دیگه واقعا تو یوتیوبر نیستی، توی سازنده، توی خالقی. یعنی کسی که هنوز زنده است، کسی که بیخیال زندگی نشده. واقعا قدر اون لحظه رو بدون اگر یه همچین چیزی رو با خودت گفتی. خب دمتون گرم، مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. این از من به شما نصیحت، عددی نیستم بخوام نصیحت کنم، یه توصیه دوستانه. به نظر من هر وقت میتونی شروع کن، هیچ وقت اندازه شد. به من انرژی بده با 4 کاری که میتونی انجام بدی. سابسکرایب کن، لایک کن، کامنت بذار و این زنگوله رو بزن. دمت گرم. برای ویدیوهای بعدی میبینمت.